در فرودگاه تلمچو و شهر نوسیبیرسک روسیه یک شهروند 33 ساله تاجیکستان به سبب نپرداختن 7000 روبل جریمه اجازت ندادند که به تاجیکستان سفر کند. خدمات پرسته و حیوانات نوسیبیرسک گفت بعد آنکه مهاجر تاجیک را از در هواپیما پس گردانیدند، او جامدانش در دست از فرودگاه راست به اداره آنها آمد. در اینجا به او فهماندند که قبلا دادگاه او را بر اساس قسم دوم ماده 322 کودکس جنایتی روسیه برای عبور غیر قانونی مرز روسیه به مبلغ 7000 روبل جریمه بسته بود، ولی از بس که او از اختیاراً سپردن مبلغ جریمه تا حال سرکشی میکرد و از پرسته و هونیز میگریخت، نامش را بر روی خط اشخاص ممنوع الخروج وارد کردند. چند روز پیش به این شهروند تاجیکستان ضرور شده است که به وطنش سفر کند، ولی در گذرگاه مرزی فرودگاه او را اجازت ندادند که به هواپیما بشیند. به او مصلحت دادند که به اداره پرستوه ها مراجعت کند. شهروند تاجیکستان جامدان و چپته سوختش در دست به قبولگاه اداره پرستوه ها آمد تا فهمد که برای چی به وی اجازت سفر به تاجیکستان ندادند. نقل کردن در خدمات پرستوه های ولایت نوسیبیرسک. بنا به نقل این نهاد، شهروند تاجیکستان وقتی فهمید که او را برای مگی 7000 روبل اجازت خروج از روسیه ندادند، سخت به حیرت افتاد. او گفت فکر میکرد که این جریمه از یاد همه برآمده است. مهاجر تاجیک در جایش پول جریمه را سپرد و پرستوه ها بعدا نام او را از روی خط سیاه شخصان ممنوع الخروج برآوردند. این مهاجر تاجیک اکنون میتواند به تاجیکستان سفر کند، ولی معلوم نیست که آیا به روسیه برگشتن میتواند یا نه. برای عبور غیر قانونی مرز نام او را میتوانند بر روی خط سیاه شخصان ممنوع الورود وارد کرده از حق سفر به روسیه محروم کنند.